شهرستان‌های رفسنجان و انار روز خبرنگار تبریک میگم به همه دوستان خبرنگاران عزیزم. سالروز شهادت شهید سارمی رو گرامی می‌دارم. ابتدا خب ما رسانه‌ها و خبرنگاران مطالبه ای کاش مسئولین تا آخرین لحظه این مراسم میموندن و حضور داشتن. ما خبرنگارا توی تمام جلسات شما یا عکاسان محترم در حال تصویربرداری هستن و خبر نوشتن هستن و به احترام شما هیچ وقت جلسه رو ترک نمی‌کنن. این توهین به خبرنگاران هست. ماشاءالله. آفرین. آفرین. و اینجا اعتراض دوستان خبرنگار به رسانه‌ای خودم رو اعلام می‌کنه. مطلب اول گفتم در خصوص مطالبه‌گیری است. رئیس جمهور محترم فرمودن که من از رسانه‌های شکایتی ندارم. همین اخیراً 17 مرداد که در خدمتشون بودیم فرمودن، اما در رفسنجان این اتفاق نمی‌افته و نیفتاده. از پارسال روز خبرنگار برای چند تا از خبرنگارا آقای روحی در خدمت شما هستیم، ببخشید عذرخواهی می‌کنم، از خبرنگارای رفسنجان از چند تا رسانه شکایت شده. شکایت هم دولتی است و تا امروز هم ادامه داشته. یعنی از روز خبرنگار پارسال تا روز خبرنگار این پرونده‌سازی ادامه داشته. مطلب دوم مطالبه‌گیری. دوستان آقای برخوردار عزیز در خصوص مسائل مشکلات خبرنگارا فرمودن. من یه مطالبه‌گیری میخوام بکنم دوستان مصر عزیزان بزرگوار، آقای علی مهدی عزیز بزرگوار، شما که روابطی مصر هستیم، خاک، آب و هوای رفسنجان به واسطه مصر آلوده شده است. رفسنجان دچار مشکلات بسیار زیادی است. مسئولیت هم دورش خیلی کوتاه است و خیلی زود می‌گذره. دوستانی که در مصر بودن و حمایت کردن از رفسنجان و زیرساخت‌های رفسنجان برای همیشه در ذهن‌ها ماندن و خواهند. آقای علی مهدی عزیز بزرگوار، دیروز یه خبر می‌خوندم در برسیر فرمانده اعلام کرده بود یه راه روستایی بین برسیر و دشتکار توسط صنایع ملی مصر داره احداث میشه و به زودی هم افتتاح میشه. آقای علی مهدی، دوستان مصر بفرمایید جاده‌های رفسنجان روزانه و ماهانه و سالانه چند ده کشته دارن میدن. خواهش ما این هست توجه به جاده نو، توجه به جاده داوران، توجه به جاده‌های روستایی ما و همچنین توجه به این جاده‌ای که کنار دست شما از شاهزاده عباس بسیاری از روستاهای این منطقه دچار مشکل هستند. آقای علی مهدی بزرگوار، ما امروز دوستان مسئول فرمودن در خصوص بس تصفیه‌خانه آب رفسنجان، اما هیچ اتفاقی نیفتاده. ما در رفسنجان یک فرهنگسرای مناسب نداریم. ما در رفسنجان یک شهربازی مناسب نداریم. ما در شهر سرچشمه که مثل اینجا هست یه شهربازی مناسب نداریم. آقای علی مهدی، خواهشاً به دوستان مثل فرمودن. یه مورد دیگه بود در خصوص پول‌هایی بود که توی بانک‌های رفسنجان بود، متعلق به مصر بود. همه این پول‌ها توسط مصر برداشته شد و برد مردم رفسنجان به خاطر یک وام 10 میلیون تومانی باید ماه‌ها در نوبت بمونن تا بتونن یه وام 10 میلیون تومانی بگیرن. می‌دونیم که سال‌های گذشته رفسنجان دچار خشکسالی و سرمازدگی محصول بود، سیل هم بهش اضافه شد. آقای علی مهدی، از شما درخواست داریم به مدیران مصر بفرمایید رفسنجان یک ویرانه شده و مصر واقعاً باید کمک کنه و وظیفه مصر هست که کمک کنه. به دوستان دیگر میگیم که همینجوری که امام جمهور محترم فرمودن مجتمع مثل سرچشمه رفسنجان نه یک کلمه اضافه نه یک کلمه کم و خواهش ما این هست که مردم رفسنجان لایق بهترین ها هستند و از شما به عنوان یک مدیری که امروز در جلسه حضور داریم مطالبه میکنیم که انشالله این وضعیت رفسنجان از این وضعیت بهبود پیدا کنه. خیلی ممنون، سپاس از همه دوستان بزرگوار. آفرین.